سلام، چطوری؟ همونطور که میبینید از فرفری موهام خبری نیست و امروز میخوام که یه ماسکی درست کنم و بذارم رو موهام، بعدش ببینید نتیجه این ماسک چی میشه. من این ماسک رو آماده کردم، ترکیب آووکادو و روغن‌آلویی. چون موهای من کمه، من به مقدار کم درستش کردم. شما میتونید زیادم درست کنید. حالا برم موهام بشورم، بذارم رو موهام، بعد موهام بشورم 1-2 ساعت، بعد ببینم که چه شکلی میشه. میام نتیجه بهتون میگم. بچه‌ها من از هم در اومدم و واقعا از نتیجه موهام راضی ترینم. درسته یکم نامرتب خشکش کردم، ولی شما ببینید این فرای قشنگو. حتما از این ماسک عالی و فوق‌العاده و خونگی استفاده کنید، حالشو ببرید.